قاعده 49 توحید و شرک در عبادات بدنی را بدانیم. در عبادات بدنی شما اگر کتابتان ببینین هست که عبادات بدنی طبعا حاجت تعریف هم نداره. عبادات بدنی عبادت هایی است که توسط اعضای بدن صورت میگیره. پس وقتی که ما با چشم خود عبادت میکنیم این یک عبادت است. وقتی مثلا به طرف قرآن نظر میکنم عبادت است. وقتی به طرف یک زن نامحرم نظر میکنم این گناه است. پس عبادت های بدنی، عبادت دست، عبادت چشم، عبادت بینی، عبادت زبان، عبادت پاها، اینی اعضای بدن انسان که توسط عبادت میشه، این کلش عبادت است. حتی ما یک روز در صنف دخترها بودن گفتم عبادت موی هم است. یک من تو خنده کرد گفت عبادت موی چی است؟ عبادت روی چی است؟ بعضی کسات نه شامل است کلش. پس موی انسان هم چی است؟ عبادت داره. مثلا شاید سوال کنین زنها موی چی عبادت دارن، مردها موی چی عبادت دارن؟ عبادت موی مردها وقتی که شما به حج میرین، وقتی که میگه به عمره و عمره میگه رحم الله المحلقین، رحم الله المحلقین. الله چی گفته که رحم شه بالای کی؟ کسی که سر خود چی میکنه؟ حلق میکنه. پس عبادت موی مردها چی است؟ که سر خود حلق بکنه و یا قصر بکنه. ما شما نرمال سر خود قصر میکنیم. حلقی است که کل سرت تراش میکنی، یک سنت از سنت هاست. قصری هست که مویت مثلا به هر مقداری که میمانی که او را شما میفهمین که رسول الله صلی موی خدا به اشکال مختلف گذاشته. پس وقتی که از این کم میکنی از سر از این قصر، این هم اجازه هست. و یک گناه موی چی است که بسیاری جوانان در این مرتکب هستن، برشان گفته نشده عبادت موی. فهمیدی یعنی این حال مثلا نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن القزع. پس وقتی که نهی میاد در حدیث که صحابه میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را نهی کرد عن القزع. قزع چی هست؟ که نصف سر کل میکنه و نصف سر مویشه میمانه. این قزع هست و این حرام است و رسول الله صلی الله علیه و سلم این را منع کرده و وقتی که منع کرد نهی کرد، نه به معنای چی است؟ به معنای حرام است. پس اگر کسی کل سر خود کل میکنه این هم جایز است و حتی در بعضی حالات کسی سنت است و ثواب داره. و یا کسی موی خود کم میکنه، نرمال از کل موی خود کم میکنه از کلش و این هم چی است. و کسی که مثلا نصف سر خود کل میکنه، مثل که حال دیده باشین از کافرها زیادی رواج میتن و برعکس از او چی میکنه؟ نصفش کل میکنه نصفش هم میگذاره و رسول الله صلی الله علیه و آله از این منع کرده. پس این حرام است. در چی؟ درست نیست. پس باید کل سر وقتی که قصر هست از کل سر باید قصر شوامت کلی. و در قسمت چی که است بعضی موی ماندنا هست که این حرام است، مطلق است. این هم چی میشن؟ مثلا یک نفر موی و شک خدا این تو دراز یک دانه چوتیگک میمونه، میگه این نظر مثلا فلان مخلوق است و این در شرکی رو مبتلا میکنه. فهمیدین یعنی؟ باز میگه وقتی که چطوریه باز رو قیچی میکنه. یک وقت سعی کنی یک اشتکک بوده که دراز تنبانم نداشت، اما تو میدوید ما باز رو آزار میدیم زمین چوتیه کش میکردیم و هیچ علما کل علما خواب بودن آرام. چی هستم ما اون روز برای امو برادرها گفتم، برادرایی که مخالفت میکردن در درس دادن در جریان اعتکاف، برایشان گفتم که شما اول خود یک لطف بکنین بفهمین که عبادت وقتی که انسان میگه عبادت بکنین، بزرگترین عبادت عبادت اعتقادی هست. وقتی که عقیده رو یاد نداشته باشی تو عبادت بکنی چی هست. و من یکی از دوستای ما بود، الله را رحم بکنه، الله مغفرتش بکنه، بسیار آدم خوب و بسیار آدم شریف و آدمی بود که از وقتی که من خورد بودم در خوردیای میدیدم که آدم همیشه اعتکاف میشیش. حتی کدام وقتی که مادر من برای چی میداد، میگفت که شما بگیرین برو بچه‌م برای فلانی یک چند تا بولانی ببر که این اعتکاف است. باز ما که مقابله بولانی رو میبردیم او بیخی گپ نمیزد، فقط میگفتیم السلام علیکم و علیکم السلام تکلی خدا شور میداد. بسیار سفید بزرگوار و بسیار لباسایش هم به سنت برابر و ریشش هم بسیار خوبش و اخلاقش هم بسیار خوبش بود. ولی حال وقتی که مسائل میکنم همون بیچاره که هر سال اعتکاف هم میشیش، ولی حالی که سال میکنم که در کل بدعت ها مبتلا بود. یعنی مبتلا دیگه از شرکیات چیز گفتن نمیتونم، خدا می بدعت ها و دیگه پا به نهایت زیاد دمیا مبتلا بود. اکثرا بدعت ها رو که میدونم اینال اگر تو بیای همینجا اعتکاف بکنی و در بدعت ها مبتلا باشی، سرت چی تطبیق میشه؟ دال و خودت میگی غیر المغضوب علیهم
ولا الضالین. صحیح نه؟ این بسیار مسائل است که انسان در عقیده قدرش نمیفهمه. شما قدر عقیده شما به خاطر از این نمیفهمین که قدر یک چیز انسان وقت میفهمه که او را دقیق بفهمه. من چرا قدر عقیده را میفهم؟ قدر می درس عقیده را بازی میفهم که من در این کتاب ما که اگر 100 صفحه است یا 150 صفحه است یا 200 صفحه است، در این کتابی که در عقیده نوشته میکنم سر از 20 سال زحمت کشیدیم. یعنی 20 سال این کتابو بخوان، اون کتابو بخوان، به این حدیثه بخوان، این آیت بخوان، این تفسیر بخوان، این بخوان. متوجه هستید؟ این را خواندیم، شبها را روز کردیم و روزها به بسیاری از مجالس گپا را ترک کردیم. گفتیم باش یک کتابی باشه که اگر من بمرم کتاب خود به زندگی خود نشته نکردیم. از این خاطر اگر چاپ شد نشدم در قصهش نیستم، میگم بعد از مرگم حتما چاپ میشه ان شاء الله. اینو بر باقیات صالحات نوشته کردیم. گفتیم یا الله همین کتابای عقیده من یک وقت سرم بسیار فشار آمد، گفتیم یا الله در وقت خوبه که همین کتابای عقیده من خلاص کنم که همین باقیات صالحات برم، باز اگه مردم هم خیر است. اینال 20 سال 40 سال درس خواندیم. از 40 سال درس 20 سال از این مشخصا تقریبا یک 12 سال می آخر کس یک شما اگه در سایه عقیده من رو ببینید خصوصا 4-5 سال اخیر کس کلش در عقیده هست. امی هر روز کلش سر عقیده است. این حال یک نفر معلومات 20 ساله خود جمع میکنه و برای تو چی میکنه؟ در چند کلیپ یا چند درس برای تو میده و مغز تو رو چی میکنه؟ خلاص میکنه. این چقدر ارزش داره. و تو مثل که چی کنی؟ مثل که بحر بیاری در بین یک گلاس برای یک نفر تقدیم بکنی. این حال باز بعد از که برای آسان شده باز بعد از به تفاوتی میکنه و خوف میکنه و باز اگر در شرک یا در بدعت مبتلا شد باز الله که از خوب محاسبه میکنه، خوب کتش محاسبه میکنه که تسایکو این اگر مثلا یک نفر 30 سال پیش بیچاره در یک بدعت مبتلا بود و هیچ کس برش نگفته بود، او بیچاره را میشه الله ببخشه به خاطر از اینکه چی هسته؟ او هیچ کس نبود که برش برسانه. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. الله میگه ما عذاب نمیکنیم یک قومی را تا وقتی که برای چی روان نکنیم یک رسول را نفرستادیم. خب حالی که میگه علمای امت ما که مثل چی هستن انبیای بنی اسرائیل هستن شما دعوت بکنین و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این حال یک کسی میه و برای شما اما تو رایگان و بدون کدام تقاضای دنیایی و کدام پیسه و تو را میای برای تو مثلا درس میده، تو باید بسیار شکرگزار باشی از الله که والله همین فرصت برام داد. اما اگر مثلا ازی باشه که ما علاقمند ازی باشیم که شاگردای ما زیاد باشه، هیچ خفه نشین، باور بگین در صنفای پوانتون ما بسیاری وقتی که میریم هر کسی که صنف 1.5 نفری رو بگیره و بسیار استاد ممتاز است. ما میگیم برای من 1.5 نفری نتی حوصله ندارم صنفای 20 نفری 40 نفره رو بده. یعنی تو نیست که پیش ما تو تعداد زیاد نیست و برای ما میگه بیا 1.5 نفر شاگردم برات میتم 1 ساعت درس بده، در ختم درس یک دانه ازاری قاقم برات میتم. و استاد از وقتی که میکنه باز مبالغه خدای نسای که 30 درس دادم 30,000، 15 در درس پانتون خصوصی 45,000، شبانه 40,000. یک وقت سال میگه که 1 لک روپیه چی شده پیدا شده، ولی بر تو مفت است. تو اما مفت سبحان الله. سعی کن چقدر میگه که انسان ها که هستن ناسپاس و ناشکر هستن. به هر صورت اینال چی شد؟ عبادت های بدنی. مثلا عبادت ما شما دیدین در موی خود عبادت داریم. آیا در روی خود عبادت داریم؟ ها؟ عبادت روی کس گفته ایتون؟ بسیاری کسا نمیگن، میگه پاره مثلا سرش بحث نمیکنن. عباداتی که مربوط به چی میشه؟ مربوط به روی میشه. اینال وقتی که شما ریشتان عبادت موی برای خانم‌ها چی هست؟ اگر یک زن مسلمان مویش مرد نامحرم ببینه در حدیث شریف میگه که در قبر از موی آویزان میشه. پس خانمی که موی خود پت میکنه از نامحرما عبادت چی رو کرده؟ عبادت موی خود کرده. و خانمی که مویای خود چوتیای خود اینجا واز میمونه لیوار سیر ناستاده او څنګه شیر آقا راغله او شیر آقا خان باز یک چوتیشی طرف است ده بی بی آجی ده مفتمی بی آجی نه ده ده بی گناهگار ده بی گناهگار ایوارش برش جایز است ایوار جایز است. چوتیای مویش است مویاش اینجا جور کردن بازت تو خوبه است در بیرون که از بادم چادری در فرق خود میپرته در میرام میده و یگان تا رو ببین آستینای کلان جور میکنن دا خودمون دود ده باز مجرد که منگای سرشار نبود باز دیگه منگای دیگه اینجا ساکت زرنش اینجا چی است باز انتش میگه والا داده کابل کسی چی دی بربندی مال والا داده اطراف کزیم چی دی بربندانی دی کجاش بربند است مفتمین از اینجا تا اینجا کلش چیزی نیست
مویاشو چت و چت معلوم میشه، این چیز نیست. همیشه شیطان چی میکنه؟ عیب دیگرها را برات نشانه. نه آینه را پیش روی خودمان، وی من خودم چقدر عیب دارم. صحیح است نه؟ هر کس باید آینه را پیش روی خود بانه و خودش متوجه خود باشه. پس موی عبادت دارم، روی عبادت داره نداره؟ بله. وقتی یک جوان ریش میبینه که خوب اما یک قبضه ریش داره، او 100% عبادت الله را کرده. ریش ما که کم است، نمری ما 50% شاید باشه، پس ما گناهکارتر هستم، باید بفهمم که ما گناهکار هستم. و این کسی که ریش خدا کل میکنه باید بفهمه که اینمی معصیت الله و رسولش کرده. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرده که ریشتان بگذارین، و این وقتی که امر شد دلالت به وجوب میکنه، یعنی فرض است. یعنی ریش گذاشتن چی است؟ واجب و فرض. دیگه مذاهب که است تنها احناف میگه فرض و واجب، دیگه علما میگه نه فرض و واجب یک چیز است. احناف که پرسان کرده ما که خوانیم، علمای احناف میگه که واجب و فرض حکم اردوشان یکی هست. اما خیلی چرا این واجب گفتید فرض گفتید؟ میگه به خاطر فرقشان از نگاه اعتقادی است. اگر در واجب کس منکر میشه کافر نمیشه، در فرض کافر میشه، فقط این نقطه است. اما حکمشان از نگاه عمل فرض و واجب یک چیز است. پس وقتی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک امر کرد و در او کدام قرینه برای از این باشه که مباح باشه، پس اینا اگر کسی مخالفت از این میکنه، این چی است؟ وقتی که رسول الله امر کرد، امر دلالت به چی میکنه؟ به وجوب میکنه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که اوفوا اللحی، ریشایتان بگذارین و بروتایتان چی کنین؟ کم کنین. از همین خاطر خلقیا و خاطر که ضد رسول الله صلی الله علیه و بودن، بروتا را کتا کتا میگذاشتن، ریشه چی میکردن؟ کل میکردن. فهمیدی یعنی؟ در حالی که برود باید کم شوه، کم که دلوت نخوره و ریشت باید گذاشته شوه. پس این عبادت است، این عبادت روی انسان. متوجه هست یعنی؟ یک نفر دیگه مثلا عبادت چی هست؟ خانم ها مثلا ابروهای خود میچینن. آیا ابرو چیدن؟ او نگفته که لعن الله الواشمات والمستوشمات، لعنت الله هست به اون زنهای. بعضی زنها در روی خود خال میزنه، یعنی عبادت است، باید خالکوبی در روی نکنه، مثلا ابروهای خود نچینه. اینا کلش عبادت ها هست. یا تو نیست که مثلا یک نفر امر الله را میکنه. عبادت چی است؟ هر امر الله را که تطبیق میکنی عبادت است، و هر امر الله را که مخالفت میکنی چی است؟ این معصیت است. فهمیدی یعنی؟ پس اینا ما عبادت های بدنی، عبادت بر روی خود داریم، عبادت بر ریش خود داریم، عبادت بر گوش خود داریم. وقتی که تو در گوشت خواندنای موسیقی ها و سازا را میشنوی، تو معصیت الله را کردی. الله این گوش بر تو داده، نداده برای اینکه تو بری تمام روز گپای سازنده و این گپا را چیز کنی. هر چیز هستن. حتی دندانای انسان عبادت داره، زبان انسان عبادت داره. میفهمین عبادت دندان ها چی است؟ نه؟ عبادت زبان و دندان نمیفهمین؟ عبادت دندان چی است؟ عبادت حلق چی است؟ وقتی که تو الله برات گلون داده، گفته که از این نام ما حلیم، حلیم، علیم است، تو میخیزی ایوازی که نام الله که علیم است، تو را علیم میگی، دردناک. والله علیم بذات الصدور. الله چی است؟ علیم است. اگر همی کسی بگه علیم، که در افغانستان بسیاری کسی قرآن که میخوان چی میگن؟ والله علیم. چی میشه معنایش؟ العیاذ بالله، کفر است. علیم سکر، علیم بسیار عالم، حلیم بسیار بردبار، و علیم بسیار دردناک. و لهم عذاب علیم. خب وقتی که الله بر تو گلون داده و تو نام الله را غلط میخوانی، الله بر جزا میته یا نمیته؟ انگلیسی که باز ببینی، باز در انگلیسی که باز یگان تا یاد داره که یک کمک دانت جور نکنی 16 قسم سرت نام میمونه. Congratulations. اگه بگی که غلط گفتی، انگلیسی رو یاد نداری، تنبل هستی، نصیب حالا برادر گفت مقصد کانگراجولیشن، نه واتر نگو، غلط است، بگو واتر. باز این نفره که در انگلیسی اینقدر قوی است، وقتی که قرآن بخونه باز مخارج یک روز پیش، یک هفته پیش، یک هفته اگر شما در اعتکاف اگر لطف میکردین و تنبلی نمیکردین
و ما رو میگذاشتین براتون سهم تقسیم اوقات بدین. نه امروز که جنجال شد مگه کل تقسیم اوقات رو گفتم. امیرم درسم که چیز کردم، گفتم میرم امیر صاحب اومد چیز کرد، گفتم اطاعت واجب است میکنم. اگه نه میرفتم در وی آی پی قرار به سرای خودم انداختم، خودم میخوادم درس خودم میخوادم. به خاطر چی؟ حتی ما در تقسیم اوقات میخواستیم که یگان روزانه نیم ساعت تجوید قرآن حاجی صاحب بریالای پیشنهاد کرد. من از ترس همین نگرفتم. ملامت کسی است که گفت درس نتی. صحیح نه؟ من گفتم اگه تجوید قرآن هم داخل کنید. و من مطمئن هستم که بسیاری از دوستا عمیق سوره های نماز هم غلط میخوانن. بیاین پیش من تیر کنم. یک دوستم یک روز آمد پیش من، مرا بسیار دوست دارم. من گفتم تو را بسیار دوست دارم. گفت من آثار دوستی من چی است؟ من گفتم چی آثار دوستی؟ یعنی بگی استاد کباب چیز، یعنی کیک آورد، این شیر پیره دکاندار بود. من گفتم آثار دوستی من است که تو تیر کنم سورای نماز تا دوست با دوست. باور بکنید نمیفهم 35 ساله بود یا 37 ساله، او وقت من مثلا صرف 10 بودم یا 11 بودم در مدرسه. گفتم کدام سوره را میخوانی؟ گفت والا من خواهم چی است یک دو سوره که میخوانم همیشه در نماز. کدام میخوانی؟ قل اعوذ برب قل والله احد در یک رکعت نماز میخوانم و قل اعوذ برب الناس. ای 20 سال نماز خوانده بود، در 20 سال من الجنه و الناس خوانده بود. گفتم تو بخوان. گفت قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و الناس. فقهای اسلام میگن که وقتی معنای قرآن غلط شود، معنی چی شود؟ وقتی که معنی چیز لفظ غلط شود و معنی خراب شود، نماز چی است؟ فاسد است نیست. یک نفر میگه که او آیت قرآن معنیش است که پروردگارا مرا از شر شیطان خناس، او شیطانی که یوسوس و وسوسه میکنه فی صدور الناس. کدام شیطان ها هستن؟ من الجنت، از شیطان های جنی، و الناس، و از شیطان های انسانی. این چی میگه؟ من الجنت و الناس، یعنی از باغ ها و انسان ها. وقتی که کسی جن باغ بگوید نمازش فاسد شد نشد. حتی بسیاری وقتا در شد چی هست؟ در شد عبارت فاسد میشن. شما میگین اشهد ان لا اله الا الله الا الله. یکی از دوستا آذان داد، در آذان خود گفت اشهد ان لا اله الا الله الا الله. گفت من متوجه بودم. الا الله، فرق بین الا الله و الا الله چی است؟ وقتی که میگی اشهد ان لا اله، شهادت میتم که نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه الا الله، بغیر از کی؟ اینجا به استثنای الله، بغیر از الله هیچ کسی که مستحق از این نیست. اگه گفتی الا الله، الا به معنای تا، الا الله که شرط مراد نکردی چی میشه؟ تا. این نفر گفت که اشهد ان لا اله الا الله، چی شد معنایش؟ معنایش شد که شهادت میتم ان لا اله، این که نیست هیچ معبود قابل پرستش العیاذ بالله الا الله، این تا به الله. آذان فاسد شد. صحیح نه؟ اما اگر این نفر نماز بده، نماز خود پیش شوه، نمازش که الا را الا بخوانه، نمازش فاسد است. و اگر 100 نفر پشتش اختیار کرده، 100 نفر در روز قیامت از یخنش میگیره. نماز خود. پس این حال عبادت دندان دیدین؟ هر دندان اینی دو دندان صنایع علیا گفته میشه. عبادتش چی است؟ که وقتی که خیر ادا میکنی از اینجا بگی ثواب ثواب. فهمیدی یعنی؟ زوی. این حالی الله برای دندان داده، تو دندان چی کردی؟ تعطیل کردی. وقتی که باید میگه ثواب، در افغانستان کلی سین و صاد و ثی برشان چی است؟ پس زبان عبادت دارن، دندان عبادت دارن،
حلق عبادت داره. چرا حلق عبادت داره؟ به خاطر از اینکه الله برات گفته ورتل القرآن ترتیلا. چه وقت قرآن ترتیل خوانده میتونی؟ که از دندانت استفاده کنی، از نوک زبانت استفاده کنی، از حلقت، از اول حلق، وسط حلق، منتهای حلق استفاده کنی. صحیح نه؟ از هر قسمتش استفاده کنی و حروف قرآن صحیح بخوانی و کلام الله را درست بخوانی. وقتی که با اینمی جایا قرآن خواندی عبادت است نیست. امر الله گفته ترتیل بخوان. الترتیل، علما چی میگن؟ ترتیل چی است؟ التجوید. پس وقتی که تو با تجوید قرآن میخوانی عبادت الله را کردی. وقتی که قرآن بی تجوید میخوانی امی امر الله را اطاعت کردی یا نکردی؟ نکردی. چرا یاد نداری؟ میگه من به خاطر از اینکه والا صاحب آل ریش سفید شدم یاد ندارم. این گپ شیطانی است که در ذهن ریش سفید است. من ریش سفید 60 ساله در مصر دیدیم که 60 ساله زن 60 ساله و مرد 60 ساله حافظ قرآن شده بودن. چه وقت شده بود؟ در سن 60 سالگی. در سن چند سالگی؟ 60 سالگی. پرسانش کرد چطور در سن 60 سالگی تانستی حافظ قرآن شوی؟ گفت جواب بگویم؟ گفت بگو. گفت یک روز دست دعا برای الله بلند کردم، گفتم یا الله مردم موتر خواستن موتر دادی، فلانی بلند منزل خواست برش بلند منزل دادی، فلانی زن خواست برش زن دادی، فلانی مثلا غذاهای مختلف خواست برش غذاهای مختلف دادی، فلانی ایره خواست برش دادی. ما دیگه چیز نمیخوایم الله هست پیشت، امی قرآن تبرم بده که حفظ کنم. امیرش سفید گفت قرآن تبته که حفظ کنم. گفت امیر خودم که الله متو گریه کردم عذر کردم، گفتم یا الله هر کس نه بلند منزل نمیخوایم، موتر نمیخوایم، خیر است، می پایم درد میکنه، پای دردی صحت نمیخوایم، بتی قرآن برم. میگه والله وقتی که می آمدم شروع کردم پیش یک حافظ قرآن رفتم، میگه کشیشتم که بچه یکای 10 ساله، میگه والله احساس کردم که الله برم دعای ما قبول کرده. دیدم بچه یکا پیش استاد بند میمانم و بند نمیمانم. استاد از 2 آیت شروع کرد، 3 آیت شروع کرد، دیگر از من گفت ماشاءالله شیخ تو 60 ساله هستی. بچه یکای خورد گفت 4 آیت میگرفت، مرا گفت بگی 8 آیت بگی. گفت 1 سال قرآن حفظ کردم. والله یک شخص در سن 60 سالگی قرآن مکمل 30 سپاره را حفظ میکنه و معنایش هم یاد داره، و برعکس از او یک کس دیگه تا سن 60 سالگی حداقل 2 روز غرور خدا نشکستانه که پیش یک حافظ قرآن بشینه و برش بگه حداقل قاری صاحب همین سوره های نماز مرا جور کن. یعنی مخارج حروف 1 روز وقت کار، 1 روز هم نه که مثلا 2 ساعت وقت کار داره، به شرطی که 2 ساعت زانو بزنی. 60 سال قرآن غلط میخونی، 60 سال کلام الله را غلط میخونی، 60 سال از زبان حلق تایی که دندانای ریخته چه عبادتش انجام ندادی و باز میگی که نه والا من بسیار با تقوا هستم و با بسیار با ایمان هستم. با شما از عبادتی که باید بکنیم از اون ما را شیطان چی کرده؟ دور ساخته. ایواد از اینکه ببین که نماز ما صحیح است، یک اشتکه کنجه است، یک اشتکه کنجه گپ میزد. یک روز من در مسجدم یک اشتکه کنجه گپ میزد که یکی دیگه شوخی میکرد در آخر صف. من که وا شوخی کردم تو یک قسم وسوسه شدم، پس نماز ما جور کردم. میخواستم که طفل یک چیز بگویم، یک دفعه در ذهنم وجدانم برم داد اما تو مثل که چیز شبه تو مکلف هستی که نمازت صحیح بخوانی. تو اگه صحیح نماز میخوانی به شوخی فکر کی طفل کی در مسجد فکرت میشه؟ تو خودت فکرت نبود. او طفل هنوز دفتر اعمالش نفتاده، او هنوز مکلف نیست. رفع القلم عن 3، قلم از چی؟ از 3 کس برداشته شد. عن الطفل حتی یبلغ، از طفل تا وقتی که چی شوه؟ بالغ. او طفل نابالغ است، خرد است، هنوز مکلفیت نداره. اگه شوخی در مسجد هم کرد رو کس محاسبه نمیکنه. الله کتش محاسبه نمیکنه، تو کتش محاسبه میکنی. اما تو که نماز تا غلط خواندی، فکر داده نماز نگرفتی و رکوع سجده صحیح نکردی، الله که تو محاسبه میکنه.
از شیطان آمد تو را از خودت مصروف کرد به چی؟ به او طفل معصوم. طفل که مکلفیت نداره. پس آن نگفتم والله اشتباه از من. اگه من نماز مسیحی میخواندم فکرم میبود این طرفه شوخی اطفال فکرم طفل شوخی خدا برای بکنه. پس هر عضو بدن انسان عبادت داره. عبادت دست است، عبادت چشم، یعنی هر عضو بدن. گوشت عبادت نداره؟ آیا فرق نیست بین یک کسی که قرآن میشنوه و بین یک کسی که صدای یک زن رقاصه را همه روزه شنیده میره؟ هست یا نه؟ وقتی که تو خواندن چالان میکنی و مادر اولادا کلشان خواندنای مردای نامحرم شنیده میرن و رادیو در دست توست و بلند ماندیش. آیا تو گوشهای اعضای خانواده از آتش دوزخ نجات دادی؟ الله میگه قو انفسکم و اهلیکم. خودم تباه کردی، اهلتم تباه کردی. تو که تلویزیون LCD کلان اونجا ماندی و هر روز بین خانه تو چشمش، گوشش، عقلش، فکرش طرف کی است؟ از نامای صحابه که در نامای سازندار زیاد یاد داره. وقتی که در روز قیامت که ابوبکر صدیق، عمر فاروق روبرو شوی و طفلک تپرسان کنه بچه‌م چند تا صحابه را میشناسی؟ منو میشناسی؟ عمر؟ نه. کیست عمر؟ سازندار را میشناسی؟ فلان فلان فلان. کرکت بازار را میشناسی؟ فوتبالرای کافر را میشناسی؟ بچهای فیلم را میشناسی؟ کلش میشناسی. کی هست؟ پدرت کی بود؟ نه پدرم صاحب حاجی صاحب خوب دیندار و با تقوا. این تقوا نیست که گوش اعضای فامیلیت در معصیت الله تو مبتلا کردی. چرا الله میگه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. الله میگه اگر منکر دیدی، خصوصا کسایی که زیر دستت هست زورت میرسه، فلیغیره بیده. اگر کسی دیگه تلویزیون در خانه تو آورده بود و در اونجا اطفال تو را به ساز موسیقی و تو را تلویزیون رو بر قلفش کن. اگه دیدی که دیگه چاره نداره از تلویزیون کلش فحشا و منکر است، از 3 منزله اوسو پرتش. فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه. به زبان خود بگو مردم از الله بترسین، پدر جان نکو، برادر نکو، بزرگوار نکو. فإن لم یستطع، اگه ندیدی حداقل در قلبت بد ببین مردم در چی معصیت هستن. اما خب سعی کن ایمان 100%، ایمان 50%، ایمان 5%. فهمیدی یعنی؟ من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. ایمانش چند فیصد شد؟ 100%. فإن لم یستطع فبلسانه. چند فیصد؟ 50%. فإن لم یستطع فبقلبه. چند فیصد؟ 5%. بعد از این چند فیصد هست؟ بعد از ایمان خلاص شد دیگه نیست. اما کسی من اخذ المنکر و جاء به الی بیته، کسی یک منکر گرفت خودش خرید آورد بین خانه خود برای فامیل خود گذاشت، چند فیصد ایمان داره؟ بسیار خطرناک. یکی میگه پاورتی لاین، خط فقر میگه. نه سکتو دیدی؟ من یک همه انگلیسی نه دیدی نه؟ اگه میاله بگو قرآن بخوان با سایلش که با پیجاش غلطیش میگه اینال خو یا پاورتی یا هر چیز همین خط فقر دیده میگه نه. وقتی که خط فقر ما داریم خط ایمان هم داریم. فهمیدی یا نه؟ 5% ایمان این خط بکشید، این خط ایمان شد. 5% ایمان، 50% ایمان، 100% ایمان. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. چند فیصد ایمان؟ فإن لم یستطع فبلسانه. چند فیصد ایمان؟ فإن لم یستطع فبقلبه. 5% ایمان. بعد از او کسی که منکر دید خدا چپ گرفت، هیچ چیز نگفت، در قلبکش خوشش آمد. خیر از بان اعضای فامیل خوشحال باشه، کس خفه نشه. دموکراسی است دیگه. دموکراسی رو در خانه خود تطبیق میکنه. 5% تحت صفر است ایمانش. اگر نه که به دست خود خرید، به دستک خود و دیگه آمدن گفتن خب کی دی؟ زوی خدای ده خیر در کی؟ دست که کار دیو که دقیقا زوی پدر است ریش سفید، بچهش صاحب تلویزیون اگر تو عرقای سر کده بابای ریش سفیدش یوازی که بگه این باور بگو سابق ریش سفیده با خود والله برکت بده.
همین منکره که میدید ریش سفید اما تو استادت میکرد و میدید که نماز میخوری سرت ماچ میکرد. منکره میدید فوراً ریش سفید. مولای مسجد نبود، مولوی نبود، اما تو ریش سفید. ما از ریش سفیده بسیاری وقتا میگروختیم، میدیم که احتمالی ما را ممانعت میکنه. حالا ریش سفید تشویقی را میکنن. تشویق کرد با زبان خودی از بلسانیهی 50% تحت صفر شد. و کسی که خودش سازنده را میاره در آرزوی خود میرقصانه، پیسه که از جیب خود مصرف میکنه، این مطمئن باشه که ایمانش 100% تحت صفر است. چرا خودش فعلا فهمیدی؟ یکی فعل است، یکی قول است، یکی قلب است. منکره فعلا تغییر میدی 100%، قولا 50%، قلبا 5%. منکره کش میکنی خوده. اگر در قلبت کم کم خوشت آمد 5%، با زبان چی خوبیش است؟ چی شد؟ 50%. خودت سازنده را گرفتی، پیش داتا سازنده از پشت خودت رفتی کلان تلویزیون خانه که بعد از این فیلم سعی کنی. دشمنای اسلام از این همی بیمانی موت استفاده کرده. موت قرار در دفتر بر اولادای خود نان میاریم او میاریم و او کافرها سر اولادای ما چی میکنه؟ کار کرده میره. دو تا مایگه کار میاره، بازی مایگه که مایگه که دیگه لوایه که دیگه خدا ماچ میکنه. اون طفل 2 ساله و 3 ساله تره به حرکت های جنسی چی میکنه؟ عادت میده. باز تو میگو یک کسی هست بچهش در مجلس خیش میرقصه. این ظالمی رقص از کجا یاد گرفته؟ تو از تو یاد گرفته؟ نه استاد والا من یاد ندارم. رفته خود تلویزیون معلم برش آوردی برش فیسش تو دادی فیس رقصه. تلویزیون تو آوردی نالو برش از پیشیره یاد گرفته، رقصه یاد گرفته. این از کجا یاد گرفته؟ یک از دیگه دخترش گریخته. از کجا یاد گرفته؟ بگریزه. تلویزیون، سریال، فیلم است. در سریال تو زن هست که 4 تا شوی داره و خوب زن با شخصیت هم هست دیگه. 2 تا شوی داره، فهمیدی؟ یک شوی داخلی داره که خارجی داره. در جامعه بازور بسیار نشان میده بسیار با وقار است، ماشی است که از این شوی یک خود میره 1 ساعت میشینه، که از شوی دیگه میره. متوجه هستی؟ پس عبادت های بدنی من این اسلام نمی قسم میفهمم، من نمی قسم تشریح میکنم. پس وقتی که میگیم عبادت های بدنی هست، هر عضو بدن تو چی داره؟ مغزت عبادت داره نداره؟ نه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. از کجا تفکر میکنی؟ میکنی نمیکنی؟ پس این عبادت داره نداره؟ نه؟ ریشت کل کردی، معصیت کردی نکردی، اگر ماندی چی است؟ هست نیست؟ نه؟ از لب عبادت داره نداره؟ گناه داره نداره لبا؟ ویل لکل همزة لمزة. خواندید؟ ویل لکل همزة لمزة. همز و لمز چی رو میگه؟ پشت سر غیبت. بعضی اوقات غیبت با چی میشه؟ رشخندی کردن با چی میشه؟ با اشاره چشم. بگی نمیگه؟ کسی بدت آمد نه؟ سر کالایش رشخندی میزنه. خانم ها عادت دارن بردگیش خود بگیم چرا خنده کردی؟ هست نیست؟ هست نیست تر والا؟ نیست؟ هست. پس اشاره تو هم فهمیدیم؟ اشاره تو هم بعضی اوقات بسیار مردمای دیندار است که در نماز گریان میکنن، تو چیغ میزنه که ماشاءالله سبحان الله این تقوا است که ایمان است. والا ما بسیاری جوانان رو وقتی که ایمانشان و تقوایشان و یارو میبینم خجالت. لکن بعضی اوقات شیطان داره تو گناه ها مبتلاش کرده که خودش متوجه از این است. مثلا توهین یک انسان برش بسیار ساده است. تحقیر کردن یک انسان برش چی است؟ بسیار ساده است. غیبت، استهزاء سر یک مسلمان. الله میگه لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا
خیر منهم. شما سرکس مسخرگی نکنید. لا یسخر. این نفر اگه به اساس نماز و گریه نماز خود در جنت بره، متوجه هستین؟ فکرتان باشه یکی صراط است، یکی قنطره هست. چی است؟ یکی صراط است، یکی قنطره. میفهمین قنطره را؟ ها؟ چند نفر قنطره را معنیش میفهمن؟ چند نفر قنطره را معنیش میفهمن؟ دست خدا بالا کنن. 1 2 3 4 5 6 7 نفر 8 نفر دیگرها معنای قنطره را تا بالا نمیفهمن. از همین خاطر چون صراط میفهمه برای صراط آمادگی داره، قنطره را نمیفهمه برای قنطره آمادگی نداره. فهمیدی یا نه؟ صراط چی را میگه؟ میگه صراط پلیس که در مثلا یک طرف جنت است، میدان حشر است، و یک طرف دیگه جنت است. آل کسایی که در وسط جنت متوجه هستین؟ بین میدان حشر و بین جنت دوزخ است. میدان حشر جنت، بینشان چی است؟ دوزخ است. آلی دروازه دوزخ است. صحیح نه؟ کافر، منافق، مرتد، مشرک در میدان حشر ترو در دوزخ داخل میشه. صحیح نه؟ خی قنطره و صراط برای کی است؟ کافر آخ داخل شد، برای مؤمنین است، کسایی که باید به جنت برن. فکرتان باشه صراط و قنطره برای کی است؟ برای کسایی است که موحد است. اگر مشرک است و کافر است و بیدین است، همونجا ترود دوزخ رایش میکنه. اما مؤمنین که میخواد به جنت بره، چه قسم بره؟ حتی پیغمبرا سر دوزخ پل است، از این پل باید تیر شوی. دروازه به دروازه ارسال می توحید و ایگه پا خود اونجا فیصله شد. نه حال اینجا که آمد دیگه حقوق الله از پیشت پرسان میشه. در چی؟ در صراط. از این خاطر اینجا حقوق الله اونجا محاسبه شدی، کارت برای داده شده. حالی که از پل صراط تیر میشی، دروازه چی میایه؟ دروازه نماز میایه، استادت میکنه. کارت تا بده دفتر اعمالت. صحیح نه؟ وقتی که دفتر اعمالت انداخت تا کامپیوترهای مخصوص الهی که کارت انداخت، نوشته میشه استاد دایی فلان روز دیگر دقیقه بند آمد، نماز دیگر فراموش شد. استاد این چرا؟ والا صاحب یوم یعد الظالم علی یدیه، در روز قیامت میگه آدمی که ظلم کرده نفس خود یا سر دیگران، دستای خود مارت میکنه. چرا؟ یک رفیق لوده داشتم امروز مرا برد چکر زدن، نماز از پیشم قضا شد. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که لوده را دوست خود نمیگرفتم. فهمیدی یا نه؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا اشکی دوست، لقد اضلنی عن الذکر. بر از نماز من یا لیتنی و دستار زندان کندنه. استاد جان همیشه استاد باش به اندازه 2 رکعت نماز، 4 رکعت نمازی که قضا کردی. اگر 1 ثانیه استاد شوی، کفای پای تو بر میگیره، مغز سر جوش میخوره. تیز این چی شد؟ این در قنطره. بعد از میای سر روزه، بعد میای سر عبادات ها. رسول الله میگه الایمان بدعان و 70 شعبه. در هر شعبه ایمان که نمره نداشتی، اینجا در صراط استاد هستی. پس از این خاطر است میگه بعضی کسا از پل صراط در 1 ثانیه تیر میشن، به خاطر که وقتی دفتر اعمالش میته بدون و 70 شعبه هیچ مشکل نداره. برو بخیر باید خمیره. یکی میگه مثل اسب سر اسب سوار باشه، اما کارتاکش کامپیوتری سل کردن، وقت میگن مشکل نداره، برا در اونجا است. بعضی کسای دیگه هستن که تنها از پل صراط 10,000 سال میمانن.
من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله میگه و واقعا به تعهدات خود یا استاد است داخل جنت میشه. اما چه وقت داخل جنت میشه؟ یک کسی در 1 دقیقه داخل میشه و یک کسی دیگه در چه وقت؟ 10,000 سال بعد. باز میگه وقتی که در دروازه جنت میرسه که یک تکه ای کوه چی گشته، زغال گشته، زغال گشته. از این که در دوزخ افتاده باز خدا کش کرده سر پل، باز افتاده باز خدا کش کرده. این شد صراط. صحیح نه؟ قنطره خیلی چی هست؟ علما میگن قنطره دو نظر دارن. بعض علما میگن که قنطره یک میدانی هست بعد از صراط، و بعض علما دیگه میگن نه، همین پل صراط تا این قسمت صراط است، باز ادامه پیدا میکنه، این قسمتش قنطره هست. خب تا این قسمت در صراط حقوق الله قصاص از پیشت گرفته شد. حال قصاص کی شروع میشه؟ قصاص بنده های الله. از اینجا استارت میشه. چی گپ است؟ تو نام خودم تکواندو باز هستی نه؟ خوب قوی هستی. خوب الله تو را صفحه چهره خلق کرده. ماشاءالله چقدر الله تو را نعمتای خدا داده. به مو اندازه که نعمت الله سر زیاد است، به مو اندازه امتحان الله سر تو زیاد است. سر من رشخند میزنه که من سیاپوست هستم، آمدی نام زاغ ماندی. یک کسی ببینه که همه که سیاپوست است، بازور چی میگه؟ اوه زاغ آمد. اگر یک کمک قدکش پخش است چی میگه؟ او قدو آمد. میگه نمیگه؟ این قدو گفتن تو، این زاغ گفتن تو، این تمسخر کردن تو، این توهین کردن تو که است، اونجا باز از پیش اونمون نفره که سرش رشخند زدی مجبور میشی که پایایش هم ماچ کنی و از پیشش عذر بخوای، بگی مرا بلیاز الله مرا ببخش. و اون نفره که تو اذیت کردی که لقب در دانت میزنه که تو مرا توهین کردی، تو مرا تحقیر کردی. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. تو سر از اون نفره که تمسخر میکنی تو چی خبر هستی که پیش الله رتبه از او بلند باشه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم. الله سون چهره های شما سیل نمیکنه که تو چهره تو چه قسم است. ابو لهب سرخ میگن اینقدر مقبول بود، سفید پوست بود که از سفیدی زیاد میگه کومه هایش سرخ میزد، تیار سرخی که شدگی بود. مردم برش میگه ابو لهب، یعنی کومه هایش مثل آتش شواره سرخی میده. قریشی بود، عرب بود، کاکای پیغمبر بود، چه صفات داشت؟ پولدار بود، پیسه‌دار بود، عضو پارلمان کفار بود. چی کرد؟ الله برش گفت که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مالش به دردش نخورد و این فرزندای زیاد که زنا زیاد گرفته بود، بچهای زیاد داشت، به دردش نخورد. سیصلا نارن، الله داخل میکنه در اوتی یک آتشی که بازو آتش اینم تو بلنگست میکنه. و امرأته و زن کافرش که پیروی از شوهر کافر کرد او هم داخل میشه. اما برعکس از اون بلال حبشی نه عرب است، نه قریشی هست، نه هاشمی هست، نه از اولاد ابراهیم و اسماعیل است، نه وکیل است، نه قدرت داره، حتی غلام است، حتی سیاپوس است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بلال میبینه، برش میگه که بیا بلال، دیروز ملائکه مرا به جنت بردن، دیشب نشانم دادن چیزهای را در جنت. در جنت میرفتم، در هر قسمت جنت صدای پای بود، تق تق پای میامد. سوال کردم از اینا که این صدای پای کی است؟ گفت بلال است. چی کردی یا بلال که تو مستحق جنت الله شدی؟ الله میگه لا یستوی اصحاب الجنه. آیت قرآن چه میگه که اصحاب الجنه هم الفائزون. کامیاب، خوشبخت، سعادتمند انسان وقت می باشه چی باشه که الله برش بگه تو از اصحاب الجنت است. اصحاب الجنتی
هم الفائزون. یک روز یک صحابی مبارک ابوذر غفاری رضی الله عنه از دانش یک کلمه اشتباها نقصدن، سعی کنین تقوا اینو میگن، از دهانش اشتباها یک کلمه خارج میشه، برای بلال حبشی میگه که یبنت ام سودا، ای پسری که تو از مادر سیاه پیدا شدی. بلال میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه یا رسول الله فلان شخص میره اینی گپ گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوذر غفاری رو میخواه و برش میگه که انک امرؤ فیک الجاهلیه، تو شخصی هستی که هنوز هم در ذهن تو و در مغز تو آثار جاهلیت ماندگی است که فرق میکنی بین سفید پوست و سیاه پوست. و این صحابی مرا ابوذر غفاری رضی الله عنه با یک اشتباه خود میایه در زمین خو میکنه پیش روی بلال، برای بلال میگه یا بلال به خاطر که جاهلیت از مغز من دور شود و همه الله ببخشه، پای طبیعی در رخسار مبان، پای طبیعی در کومه سفید من، پای سیاه تبان که الله مرا مغفرت کنه. محمد رسول الله والذین معه، کسایی که همراه رسول الله بودن، اشداء علی الکفار، سختیشان بر کافرها بود، رحماء بینهم، در بین مسلمان ها چی داشتن؟ مهربانی بود، دوستی بود، محبت بود. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله، رکوع میکردن، سجده میکردن. امروز بدبختترین چیزی که هست مسلمان ارزش مسلمان را نمیدانه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، مؤمنین عزت دارن، تو چطور توهین میکنی، تحقیر میکنی، سر قواره من تو خلق دادی. آیا ما به الله گفتیم که من در فلانی خانه پیدا بکن، زبان جنگ در خاطر جنگ با امرای الله هست، نه جنگ با مخلوق. کی قوم خدا اختیار کرده؟ کی گفته مرا در خانه پشتون پیدا کو، یا تاجک پیدا کو، یا ازبک پیدا کو، یا عرب یا عجم؟ اختیار الله هست. الله میگه انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما را ساختیم، این کار ما هست. چرا در کار ما مداخله میکنین و یک مسلمان به خاطر قومش و زبانش اذیت میکنی، به خاطر رنگش اذیت میکنی؟ اونم بلال که لبای کده کده داشت، اونم بلال که سیاپوس بود، اونم بلال که غلام بود، اونم بلال که حبشی بود، هیچ نسبش معلوم نبود. پیش الله قرضش داشت که پیغمبر در جنت میره، بلال قبل از او در جنت صدای پاش میبره. و به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم این صحابی را عزت بده، مکه را که فتح میکنه، بهترین مقامی که در بنزد مسلمان ها هست بیت الله هست، بیت الله هست که الله او را عزت داده. یا بلال رسول الله برش میگه بالاشو سر بام کعبه، تو بگو الله اکبر، تو بگو اشهد ان لا اله الا الله. محمد کدام پیغمبر هستیم، پیرو کدام کتاب هستیم که انسان وقتی حالت مردم خوده، من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی کردان آشنا کرد. کافر خود میزنه، کافر خود میکشه، کافر خود بمبارد میکنه، کافر خود نه زن میبینه، نه طفل میبینه، نه اشتک میبینه، نه کلا نمیبینه. اما بدبختی است این نفری که کلمه لا اله الا الله میخوانه، بر از او کافر میگه بکش، من کت تو هستم، بزن، من امرای تو هستم، قتل کن، من دوست تو هستم. الله میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، شما کافر دوستان نگیرید. اینا تنها کافر دوست میگیره، بلکه در پالی کافر مسلمان ها را کشنا میره و باز میخیزه خدا شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن. الله لعنت الله علی الظالمین. خدا باید مسلمان موحد روزدار میگیره و روزدارا را در ماه مبارک رمضان
خانه هایشان رو تکت تکم میکنه و از بین برده میره. پس برادران محترم، قنطره قصاص حقوق بندگان الله هست در اینمی جایی که پلی که در سر دوزخ است. قنطره در صراط قصاص گرفتن از حقوق الله هست. در قنطره قصاص گرفتن از حقوق بنده هست. ضرب هذا، یکی رو زده، و شتم هذا، این رو دشنام داده، اکل مال هذا، مال ازیر خورده، قتل کرده، جنایت کرده، کشته هست. الله قصاص کلش از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جوز جو. خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت. دیده باشید لکه های دامن قصاب را. قصاب ندیدی که دامنش همیشه سرخ میزنه، میفهمه که امروز چی کرده؟ قتل کرده. او گوسفند حلال رو ذبح کرده، لکن علامتش دیده میشه در روز قیامت. تو که مسلمان مؤمن یک تا پرسته تکت تکه میکنی، او با اون کله تو تا شدگی خود بریدگیش، کله که بم سرش او طرف انداخته، دستش او طرف انداخته، میای پیش الله، یا الله یعنی این جنت میره، این جنت میره. از خاطر عمر رضی الله تعالی عنه میگفت که بر بچه خود نصیحت میکرد که عبدالله، بچه عبدالله، پیش از اینکه محاسبه شوی خدا محاسبه کن. پیش از اینکه محاسبه شویم خدا محاسبه کن. برو پیش یک کسی که معذرت بخوای از پیشش. غیبتش کردی، اگر گفته نمیتونی برش طلب دعا بکن. از این خاطر کسایی که علمای بزرگی که دین میفهمیدن، یک روز یک عالم در یک مجلس داخل میشه، سائل میکنه که چند نفر دیگه پیش روی والی غیبت زیره میکنه. این میشنوه گپایشانه، یک دفعه کل از یه ور خطا میشه که چی بیابی میکنه، چی غال مغال میکنه که چرا غیبت مرا میکنین، که از الله بترسین، چطور است، یا منتظر اسباب خرابی هستن، یا دمیله کلشان سائل دارن ور خطا میشه، اون مبرایه بیرون، هیچ چیز نمیگه، بیرون مبرایه. چند دقیقه بعد باز میبینی که داخل میشه، میره از اون منطقه، از اون کده که خرمای خوبش، خرما که است، بعضی خرماکات خرد است، بعضی خرما کتک کتک در میدانت پرتی. یک وقت ما رفتیم در مدینه منوره و در مکه مکرمه، وقتی که رفتیم این خرما کیلوی چند می؟ کیلوی 10 ریال، 10 ریال است، یعنی 5 ریال است. اینی چند است؟ 20 ریال است. رفتیم یک خرمای دیگه را دیدیم، آخر این چند است؟ گفت 70 ریال است. زیاد خریده نگفتیم، بیا گمش کنیم نیم کیلو خو بخوریم که همین در دل ما ارمان نمونه. این رفته بود از امی خرمای عالی درجه 70 ریاله، این مقدار کارتا نگرفته، در قاب آورد بر کلگی توزیع کرد. این مردم ایران ماندن که ما غیبتش کردیم. خب کلگی تو شرمنده ششته بود. یکی از مجلس پرسان کرد، گفت تو متوجه شدی که ما غیبت کردیم، بدگویی تو را میکردیم و شنیدیم، چطور هیچ عکس العمل نشان ندادی، منفی برعکس از او رفتی برای ما چی آوردی؟ این خرمای درجه که آوردی. گفتی به خاطر از این آوردم که شما لطف میکنین با هر غیبتتان دو رکعات نمازتان بر ما روان میکنین. پس ما آوردم از این خرمای لوکس بخورین که یک ذره انرژی بگیرین، همین غیبتتان دوام بدین. من خود غیبت شما نقص نمیکنم، در توهین شما نقص میکنم؟ نه. در تحقیر شما نقص میکنم؟ نه. اگه سر بینیم خنده کردی، وقتی که یک رسم اینجا باشه سر رسم خنده میکنی، سر رسم خنده کردی یا سر رسام، خطردهی هست. تو سر من خنده نکردی، تو کسی که مرا خلق کرده سر از او خنده کردی، العیاذ بالله. او خواست که من اینمی قسم بینی داشته باشه، او خواست اینمی تو رنگ ما باشه، او خواست اینمی قسم قواری ما باشه، او خواست تقدیر الله هست. از این خاطر بسیار خطرناک است استهزا، توهین، تحقیر، نام ماندن، رشخند زدن.
بسیار زشت است. از این خاطر انسان مسلمان باید یار مراعات بکنه. باقی درس انشاءالله در آینده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.